بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. از تو درباره تقسیم انفال میپرسند. بگو انفال از آن الله و پیامبر است. پس از الله پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از الله و پیامبرش اطاعت کنید. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بی تردید مؤمنان حقیقی کسانی هستند که چون یاد الله می شود دلهایشان هراسان می گردد و چون آیاتش بر آنان خوانده می شود بر ایمانشان می افزاید و بر پروردگارشان توکل می کنند. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می‌کنند. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. آنان هستند که حقا مؤمنند. برای آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی نیکو خواهد بود. کما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. همان گونه که پروردگارت تو را به حق از خانه‌ات در مدینه به سوی میدان بدر بیرون آورد، حالان که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. آنان پس از آن که حقیقت آشکار شد درباره حق با تو مجادله می کنند، گویی که ایشان را به سوی مرگ می رانند و خود بدان می نگرند. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. و به یاد آورید هنگامی را که الله به شما وعده داد که غنایم یکی از دو گروه نصیب شما خواهد بود و شما دوست داشتید که کاروان غیر نظامی برای شما باشد و الله میخواست با سخنان خیش حق را پایدار و استوار کند و ریشه کافران را قطع کند. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. تا حق را ثابت نماید و باطل را از میان بردارد، هرچند که گنهکاران ناخشنود باشند. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. به یاد آورید هنگامی که از پروردگارتان به فریاد یاری می‌خواستید و او خواسته شما را پذیرفت و فرمود من
شما را با 1000 فرشته که پیاپی فرود میآیند یاری میکنم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. و الله این یاری را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد، وگرنه پیروزی جز از طرف الله نیست. به راستی الله شکست ناپذیر حکیم است. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. و به یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که آرامشی از سوی او بود شما را فرا گرفت و از آسمان آبی بر شما فرو فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهای شما را محکم بدارد و گامهایتان را با آن استوار کند. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید. به زودی در دل کسانی که کافر شدند ترس و هراس می‌افکنم، پس بر فراز گردنهایشان بزنید و همه انگشتانشان را قطع کنید. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب. این به خاطر آن است که آنان با الله و رسولش مخالفت کردند و هر کس با الله و رسولش مخالفت کند پس بداند که الله سخت کیفر است. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ای کافران این عذاب دنیا را بچشید و بدانید که برای کافران در قیامت عذاب آتش است. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه در میدان نبرد به کافران برخورد کردید که به سوی شما روی میآورند به آنان پشت نکنید. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصیر. و هر که در آن هنگام به آنان پشت کند مگر آن که هدفش کنارگیری برای نبردی مجدد یا پیوستن به جمعی دیگر از همرزمانش باشد قطعاً به خشم الله گرفتار خواهد شد و جایگاهش دوزخ است و چه بد سرانجامی است. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء
حسنا إن الله سمیع علیم. پس شما آنان را نکشتید بلکه الله آنان را کشت و هنگامی که به سوی آنان خاک و سنگ انداختی تو نینداختی بلکه الله انداخت تا مؤمنان را به آزمایشی نیکو از جانب خود بیازماید. بیگمان الله شنوای داناست. ذلكم وأن الله موهن كید الكافرین. ماجرا این بود و بدانید که الله نیرنگ کافران را سست می‌گرداند. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ای مشرکان، اگر شما پیروزی حق را می طلبید اینک پیروزی به سراغ شما آمد و اسلام پیروز شد و اگر از دشمنی باز ایستید آن کار برای شما بهتر است و اگر به جنگ برگردید ما هم برمیگردیم و بدانید که گروه شما هر چند زیاد باشد هرگز نخواهد توانست چیزی را از شما دفع کند و الله است که با مؤمنان است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله و رسولش اطاعت کنید و از او روی نگردانید در حالی که سخنانش را میشنوید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. و مانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم حالان که آنان نمیشنیدند. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. همانا بدترین جنبندگان نزد الله افراد کرلالی هستند که نمی اندیشند. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. و اگر الله خیری در آنان سراغ داشت به ایشان گوش شنوا میداد و اگر به آنان گوش شنوا نیز داده بود باز هم پشت می کردند و روی گردان می شدند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الیه تحشرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون الله و پیامبر شما را به چیزی فراخواندند که به شما حیات میبخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که الله میان آدمی و دلش حائل میگردد و بدانید که در نزد او محشور خواهید شد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. و از فتنه ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیرسد و بدانید که الله سخت کیفر است. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
و به یاد آورید زمانی را که شما در روی زمین اندک و ناتوان بودید و می ترسیدید که مردم شما را بربایند. پس الله به شما پناه داد و با یاری خود شما را نیرومند گردانید و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. باشد که سپاس گذارید. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، با سرپیچی از اوامر و نواهی به الله و پیامبر خیانت نکنید و همچنین در امانتهای خود خیانت نکنید، در حالی که میدانید این کار گناه است. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. و بدانید که اموال و فرزندانتان وسیله آزمایش است و الله است که پاداش بزرگ نزد اوست. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از الله پروا کنید برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می‌دهد و گناهانتان را از شما می‌زداید و شما را می‌آمرزد و الله دارای بخشش بزرگ است. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. و به یاد آور آنگاه که کافران درباره تو نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا بکشند یا از مکه بیرونت کنند. آنان چاره و مکر می‌اندیشیدند و الله نیز تدبیر و مکر می‌کرد و الله بهترین مکرانگیزان است. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. و چون آیات ما بر آنان خوانده شود میگویند به خوبی شنیدیم. اگر میخواستیم قطعا ما نیز همانند این را میگفتیم. این قرآن جز افسانه های پیشینیان نیست. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. و به یاد آور آنگاه که گفتند پروردگارا اگر این قرآن حق است و از جانب توست پس از آسمان سنگی بر ما ببار یا عذابی دردناک بر ما بفرست. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ولی تا تو در میان آنان هستی الله بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش می کنند الله عذاب کننده ایشان نخواهد بود. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ
اکثرهم لا یعلمون. و چرا الله در آخرت عذابشان نکند با اینکه آنان مردم را از طواف و عبادت در مسجد الحرام باز می‌دارند و مشرکان هرگز دوستان الله نبودند، زیرا دوستان الله کسی جز پرهیزکاران نیستند، ولی بیشترشان نمی‌دانند. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و نمازشان نزد خانه کعبه چیزی جز سود کشیدن و کف زدن نبود، پس به کیفر کفرتان عذاب شکست و اسارت در بدر را بچشید. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. به راستی کسانی که کافر شدند اموالشان را برای بازداشتن مردم از راه الله خرج می کنند، پس به زودی همه را خرج می کنند. آنگاه مایه حسرت و پشیمانی بر آنان خواهد بود، سپس شکست می خورند و سرانجام کسانی که کافر شدند به سوی آتش دوزخ رانده می شوند. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. چنین است تا الله پاک را از پلید جدا کند و پلیدها را بر هم نهد، آنگاه همگی را متراکم سازد و سپس یک جا در دوزخ قرار دهد. اینان همان زیانکاران واقعی هستند. قل للذین كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ای پیامبر، به کسانی که کافر شدند بگو اگر از کفر و دشمنی دست بردارند گذشته هایشان آمرزیده می شود و اگر به همان اعمال خود بازگردند پس بدانند که بر آنان نیز عذاب و سنت پیشینیان خواهد گذشت. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. و با آنان پیکار کنید تا فتنه شرک ریشه‌کن شود و پرستش و دین همه از آن الله باشد. پس اگر آنان از شرک و آزار دست بردارند بدانند که الله به آنچه می کنند بیناست. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر از اوامر الهی سرپیچی کردند پس بدانید که الله دوست و کارساز شماست، چه نیکو کارساز و چه نیک یاوری است. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. و بدانید که هر گونه غنیمتی به دست آوردید 1/5 برای الله و برای پیامبر و برای خیشان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. اگر به الله و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز برخورد دو گروه مؤمنین و مشرکین نازل کردیم ایمان آورده اید و بدانید که الله بر هر چیز تواناست. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسمیع علیم. آنگاه که شما بر دامنه نزدیکتر کوه بودید و آنان در دامنه دورتر کوه و کاروان تجاری قریش پایین تر از منطقه جنگی و دور از دسترس شما بودند و اگر با یکدیگر وعده گذارده بودید قطعاً در وعدگاه خود اختلاف می کردید، ولی چنین شد تا الله کاری را که قطعاً باید به وقوع می پیوست انجام دهد تا هر که به گمراهی هلاک شده یا به هدایت زندگی یافته است بر اساس دلیل روشنی باشد و الله شنوای داناست. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. به یاد آور آنگاه که الله عده آنان را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر زیاد نشان میداد مسلماً سست می شدید و در این کار اختلاف می کردید، ولی الله شما را از سستی و اختلاف در امان نگاه داشت. بیگمان او به آنچه در سینه هاست آگاه است. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. و به یاد آور هنگامی که با هم روبرو شدید آنان را به چشم شما کم نشان داد و شما را نیز به چشم آنان کم جلوه داد تا الله کاری را که قطعاً باید به وقوع می پیوست انجام دهد و بدانید که همه کارها به الله بازگردانده می شود. یا ایها الذین آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با گروهی از دشمنان روبرو شدید
پایدار و ثابت قدم باشید و الله را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. و از الله و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع نکنید که سست میشوید و شوکت و اقتدار شما از میان میرود، و صبر کنید که بیگمان الله با صابران است. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. و مانند کسانی نباشید که با سرکشی و خودنمایی به مردم از سرزمین خود بیرون آمدند و مردم را از راه الله باز داشتند و الله به آنچه می کنند احاطه دارد. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شدید العقاب. و به یاد آورید هنگامی را که شیطان اعمال آنان را در نظرشان بیاراست و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من حمایتگر شما هستم. پس هنگامی که دو گروه با هم روبرو شدند به عقب بازگشت و گفت بیگمان من از شما بیزارم، به راستی من چیزی را میبینم که شما نمیبینید، همانا من از الله میترسم و الله سخت کیفر است. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. و به یاد آورید هنگامی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری است میگفتند اینان را دینشان فریفته است و هر کس بر الله توکل کند پس بداند که بیگمان الله شکست ناپذیر حکیم است. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. و اگر ببینی آنگاه که فرشتگان جان کافران را می ستانند بر صورت و پشت آنان میزنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبید. این استقبال خفتبار در مقابل کارهایی است که از پیش فرستاده اید، وگرنه الله هرگز بر بندگان خود ستمکار نیست. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شدید العقاب.
رفتارشان مانند رفتار فرعونیان و کسانی است که پیش از آنان بودند که به آیات الله کفر ورزیدند. پس الله به سزای گناهانشان گرفتارشان کرد. مسلماً الله نیرومند سخت کیفر است. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سمیع علیم. این کیفر بدان خاطر است که الله هیچ نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان رفتار خود را تغییر دهند و بیگمان الله شنوای داناست. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. رفتاری چون رفتار فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند که آیات پروردگارشان را تکذیب کردند، پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همگی ستمکار بودند. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. یقینا بدترین جنبندگان نزد الله کسانی هستند که کافر شدند، پس آنان ایمان نمی آورند. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. همان کسانی که از ایشان پیمان گرفتی ولی هر بار پیمان خود را می شکنند و از الله پروا نمی دارند. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. و اگر در جنگ بر ایشان دست یافتی چنان در هم بکوبشان که عبرت دیگران گردد، باشد که پند گیرند. و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین. و اگر از گروهی بیم خیانت داری پیمانشان را به سویشان بینداز تا طرفین به طور یکسان بدانند که پیمان گسسته است، زیرا الله خائنان را دوست ندارد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. و کسانی که کافر شدند هرگز مپندارند که جان به در برده اند و نجات یافته اند، آنان هرگز از مرگ و عذاب راه گریزی ندارند. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا
انفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. و هرچه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید تا با این تدارکات دشمن الله و دشمن خود را بترسانید، همچنین دشمنان دیگری را هم غیر از ایشان که شما آنان را نمی‌شناسید و الله می‌شناسدشان. و بدانید که هر چیزی در راه الله خرج کنید پاداشش به خودتان بازگردانده می شود و بر شما ستم نخواهد رفت. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. و اگر به صلح مایل شدند پس تو نیز از در صلح درآی و بر الله توکل کن، بیگمان او شنوای داناست. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. و اگر بخواهند تو را فریب دهند پس الله برای تو کافی است. اوست که با یاری خود و مؤمنان تو را تأیید و تقویت کرد. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ. و بین دلهای آنان الفت داد. اگر تو تمام آنچه را که در روی زمین است خرج می کردی نمی توانستی بین دلهایشان الفت دهی، ولی الله در میان آنان الفت برقرار کرد، همانا او شکست ناپذیر حکیم است. یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین. ای پیامبر، الله تو را و کسانی از مؤمنان را که از تو پیروی کرده اند از شر دشمنان کفایت می کند. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ تشویق کن. اگر از میان شما 20 نفر شکیبا باشند بر 200 نفر از کافران غلبه می کنند و اگر 100 نفر از شما باشند بر 1000 نفر از کسانی که کافر شدند غلبه می کنند، زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرین. اکنون الله به شما تخفیف داد و دانست که در ناتوانی هستید، پس اگر از میان شما 100 نفر شکیبا باشند بر 200 نفر پیروز می شوند و اگر از شما 1000 نفر باشند به فرمان الله بر 2000 نفر پیروز خواهند شد و الله با شکیبایان است.
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزیز حکیم. هیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی داشته باشد که بتواند با کشتن اسیران در زمین کشتار بسیار کند. شما مسلمانان با گرفتن فدیه از اسیران بدر متاع دنیا را می‌خواهید و الله آخرت را برایتان می‌خواهد و الله شکست ناپذیر حکیم است. لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظیم. اگر در آنچه از غنایم و فدیه ها گرفتید حکم پیشین الهی نبود قطعاً عذابی بزرگ به شما می رسید. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. پس از آنچه غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و از الله پروا کنید، همانا الله آمرزنده مهربان است. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحیم. ای پیامبر، به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر الله خیری در دلهای شما سراغ داشته باشد بهتر از آنچه را که از شما گرفته شده به شما میدهد و شما را میآمرزد و الله آمرزنده مهربان است. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و اگر بخواهند به تو خیانت کنند پس بدان که آنان پیش از این نیز به الله خیانت کردند و الله تو را بر آنان پیروز گردانید و الله دانای حکیم است. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه الله جهاد نمودند و کسانی که مهاجران را پناه دادند و یاری نمودند اینان یاران و دوستدار یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند ولی از سرزمین کفر هجرت نکرده اند شما هیچ گونه دوستی و مسئولیتی در برابر آنان ندارید مگر آنکه
هجرت کنند و اگر در کار دین از شما یاری خواستند پس بر شماست که آنان را یاری کنید، مگر اینکه این یاری خواهی بر علیه گروهی باشد که میان شما و آنان پیمانی برقرار است و الله به آنچه میکنید بیناست. والذین كفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. و کسانی که کافر شدند دوستدار و یاور یکدیگرند. اگر شما مؤمنان نیز به این سفارش عمل نکنید فتنه و فسادی بزرگ در زمین برپا خواهد شد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. و کسانی که ایمان آورده و هجرت نمودند و در راه الله جهاد کردند و کسانی که ایشان را پناه دادند و یاری نمودند اینان مؤمنان حقیقی هستند. برای آنان آمرزش الهی و روزی شایسته ای خواهد بود. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. و کسانی که بعد از آنان ایمان آورده و هجرت نمودند و به همراه شما جهاد کردند پس آنان از شما هستند و در حکم کتاب الله خویشاوندان در ارث نسبت به یکدیگر سزاوارترند و همانا الله به همه چیز داناست.